اگه از مرمر شدن بدت میاد ولی بازم نصف شب ویدیوهای ترسناک میبینی، پس این داستان برای توه. یه دهکده تنها رو تصور کن، نصف شب. هوا سنگینه و هر نسیمی که میاد تنت رو میلرزونه. توی یه خونه کوچیک، یه مرد جوون از یه اتاق خالی صدای پچ پچ میشنوه. سعی میکنه نادیده‌اش بگیره، ولی پچ پچ ها بلندتر میشن و شروع میکنن اسمش رو صدا زدن. یهو شمع‌ها سوسو میزنن. سایه ها روی دیوارها میپیچن و میخزن. اون شجاعتش رو جمع میکنه، در رو باز میکنه و حس میکنه انگشتای یخی به شونه‌اش میخوره. فرار میکنه، ولی پچ پچ ها دنبالش میان و قول میدن هیچ وقت ولش نکنن. تو میموندی و میجنگیدی، یا برای زندگیت فرار میکردی. اگه داستانهای ترسناک بیشتری میخوای، اون لایک رو بکوب، یه کامنت بذار و یادت نره سابسکرایب کنی. اگه جرأتش رو داری.